سلام سلام دوستان. امروز بیایید یک قدمی نو میگذاریم به آموزش زبان روسی. یعنی برای مثال میگیریم یک چند گفتارها رو و البته با زبان روسی و با زبان تاجیکی ترجمه آن را دیده میبریم. یعنی ترجمه نه کلمه به کلمه، بلکه ترجمه با گویم معنیش، ترجمه با معنی. اینک لایک گذاشتیم. اگر شما подписчики ما نباشید подписаться کنید و رفتیم دوستان. اینک گفتاری اولین با زبان روسی. Человеку свойственно предпочитать выгодное важно. Ицхак Адизес. یعنی طبیعت انسان چون است که فایده رو از مهمات افضل میداند. یعنی ما به اینجا چی دیگرگونی بهم در آوردیم. خب человеку свойственно خصوصیت، اینجا اوایل خصوصیتی آدمان آمده است، شخصیت آمده است. یعنی میتونیم این را به طبیعت انسانی گرونیم. предпочитать. خب предпочитать افضل دونستن. یعنی اکنون اینجا میبینه وقتی ترجمه میگویم предпочитать در زبان روسی گوییم پیش از выгодное важно میشده است. در ترجمه ما باشد کلمه ها با جایشان عوض شدند. یعنی فایده выгодное مهم важное و افضل به آخر جمله آمده است. یعنی ترجمه کلمه به کلمه اینجا کار نمی آید و اگر شما میخواهید چیزی رو ترجمه کردنی باشید و یا اینکه با کسی مشارکت کردنی باشید، شما باید هنگام ترجمه این خصوصیت ها رو به نوبت گیرید که منطق یعنی مضمون جمله دیگر نشود. میگذاریم به گفتاری دیگر. Хорошие люди принесут вам счастье. Плохие наградят вас опытом. Худшие дадут вам урок, а лучшие подарят воспоминания. Цените каждого. خب چون اینجا میبینیم یک چند جمله هست، ما میتونیم اون رو جمله به جمله ترجمه کنیم. یعنی хорошие люди принесут вам счастье. آدمانی نیک خوشبختی میآورند. خوب اکنون اینجا ما چی دیگرگون در آورده؟ хорошие люди принесут вам счастье. یعنی اینجا کلمه вам نیست است. البته ما میتونستیم اینجا کلمه شما رو همراه کنیم و معنی اون دیگر نمیشه. البته برای وزن و قافیه ما میتونیم از اینجا کلمه شما رو گیریم و منطق گم نمیشود. آدمانی نیک خوشبختی میآورند. یعنی نه تنها باشون بعد دیگران نیست. خب ادامه میدیم. плохие наградят вас опытом. انا اینجا ما میتونیم همراه کنیم کلمه به جای بد. یعنی اینجا плохие بدان، شاید کسی بدان رو نفهم، برای هم ما اینجا آوردیم آدمانی بد با تجربه روی میگرداند. یعنی از آدمانی بد ما چی تجربه میگیریم. خودش دادود و مروک بدترین ها. یعنی اینجا ما کلمه آدم آوردیم و خودش بدترین ها ترجمه کردیم. دادود و مروک یعنی از رفتار بدترین ها ما به خود یک درس میگیریم. اولش پدرت воспоминания. از بهترین ها باشد خاطره ها میماند. از بهترین ها باشد خاطره ها میماند. цените каждого. همه رو قدر کنید. میتونیم هر یکی اونها رو قدر کنیم، گوییم میتونیم همه رو قدر کنیم. یعنی در آخر گفتار ما چگونه ترجمه شد؟ آدمان نیک خوشبختی میآورد، آدمان بد
با تجربه بوی میگردانند. بدترین ها درس میشوند، از بهترین ها باشد خاطره ها میمونند. همه را قدر کنید. و بیایید به گفتاری سیومی امروزه میگذاریم. Когда проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы. یعنی یک گفتاری عجیب از حسین بولت. وقتی مغلوب شده به شما تبسم میکند، غالب طعم غلبه را از دست میدهد. انا اینجا ما میتوانیم از دست میدهد گوییم، میتوانیم طعم غلبه را گم میکند. یعنی وقتی مغلوب شده کسی که مغلوب شده تبسم میکند، غالب طعم غلبه را گم میکند. یعنی وقتی که ما از یگان چیزی مغلوب شدیم، کارمون اومد نکرد، ما میتوانیم تبسم کنیم و چون همه این گذرا است، میتوانیم همه این را نیز از سر خود گذرانده باشیم و البته به سوی موفقیت به پیش چیکار کنیم؟ حرکت کنیم. خب و از اینجا چون معلوم شد وقتی ترجمه کلمه ها با جایشان عوض می‌یابند و کلمه های هم معنی به جای یکدیگر می‌آیند و هنگام صحبت مشابه به ترجمه ما باید به مضمون آن اهمیت داده باشیم. اینک گفتار اولین با زبان روسی. Человеку свойственно предпочитать выгодное важно. Ицхак Адизес. یعنی طبیعت انسان چنان است که فایده را از مهمات افضل می‌داند. یعنی ما به اینجا چی دیگرگونی گویم در آوردیم. خب человеку свойственно گویم خصوصیت. اینجا واحد خصوصیتی آدمان آمده است، شخصیت آمده است. یعنی میتونیم این را به طبیعت انسان نیز گرونیم. предпочитать. خب предпочитать افضل دانستن. یعنی اکنون اینجا میبینیم وقتی ترجمه میگویم предпочитать در زبان روسی گوییم پیش از выгодное важно میشده است. در ترجمه ما باشد کلمه ها با جایشان عوض شدند. یعنی فایده выгодное مهم важное و افضل به آخر جمله آمده است. یعنی ترجمه کلمه به کلمه اینجا کار نمی آید و اگر شما میخواهید چیزایی رو ترجمه کردنی باشید و یا اینکه با کسی مشارکت کردنی باشید، شما باید هنگام ترجمه این خصوصیت ها رو به نوبت گیرید که منطق یعنی مضمون جمله دیگر نشود. میگذاریم به گفتاری دیگر. Хорошие люди принесут вам счастье. Плохие наградят вас опытом. Худшие дадут вам урок, а лучшие подарят воспоминания. Цените каждого. خب چون اینجا میبینیم یک چند جمله هست، ما میتونیم اون رو جمله به جمله ترجمه کنیم. یعنی хорошие люди принесут вам счастье. آدمانی نیک خوشبختی میآورند. خب اکنون اینجا ما چی دیگرگون در آورده؟ хорошие люди принесут вам счастье. یعنی اینجا کلمه вам نیست. البته ما میتونستیم اینجا کلمه شما رو همراه کنیم و معنی اون دیگر نمیشه. البته برای وزن قافیه ما میتونیم اینجا کلمه شما رو گیریم و منطق گم نمیشود. آدمانی نیک خوشبختی میآورند. یعنی نه تنها باشون باید دیگران نیست. خب ادامه میدیم. плохие наградят вас опытом. اینجا ما میتونیم همراه کنیم کلمه به جای بد. یعنی اینجا плохие بدان. شاید کسی بدان رو نفهم، برای هم ما اینجا آوردیم آدمانی بد با تجربه بوی میگردانند. یعنی
از آدمان بد ما چی تجربه بگیریم. خودش دو مروک بدترین ها، یعنی اینجا ما کلمه آدم آمونه و خودش بدترین ها ترجمه کردیم. دادود فهم مروک یعنی از رفتار بدترین ها ما به خود یک درس میگیریم. اولش پدرت воспоминания. از بهترین ها باشد خاطره ها میموند. از بهترین ها باشد خاطره ها میموند. цените каждого. همه رو قدر کنید. میتونیم هر یکی اونها رو قدر کنیم گوییم میتونیم همه رو قدر کنیم. یعنی در آخر گفتار ما چگونه ترجمه شد؟ آدمان نیک خوشبختی میآورند، آدمان بد با تجربه بوی میگردانند، بدترین ها درس میشوند، از بهترین ها باشد خاطره ها میمونند. همه را قدر کنید. و بیاید به گفتاری سیومی امروزه میگذاریم. Когда проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы. یعنی یک گفتاری عجیب از حسین بولت. وقتی مغلوب شده به شما تبسم میکند غالب طعم غلبه رو از دست میدهد. انا اینجا ما میتونیم از دست میدهد گوییم میتونیم طعم غلبه رو گم میکند. یعنی وقتی مغلوب شده کسی که مغلوب شده تبسم میکند غالب طعم غلبه رو گم میکند. یعنی وقتی که ما از یگان چیزی مغلوب شدیم کارمون اومد نکرد ما میتونیم تبسم کنیم و چون همه این گذرا است میتونیم همه این رو نیز از طریق خود گذرانده باشیم و البته به سوی موفقیت به پیش چیکار کنیم حرکت کنیم. خب و از اینجا چون معلوم شد وقتی ترجمه کلمه ها با جایشان عوض می‌یابند و کلمه های هم معنی به جای یکدیگر میآیند و هنگام صحبت مشابه ترجمه ما باید به مضمون آن اهمیت داده باشیم. اینک گفتاری اولین با زبان روسی. Человеку свойственно предпочитать выгодное важно. Ицхак Адизес. یعنی طبیعت انسان چنان است که فایده را از مهمات افضل می‌داند. یعنی ما به اینجا چی دیگرگونی بهم در آوردیم. خب человеку свойственно خصوصیت اینجا اوایل خصوصیتی آدمان آمده است شخصیت آمده است. یعنی میتونیم این را به طبیعت انسانی گرونیم. предпочитать. خب предпочитать افضل دونستن. یعنی اکنون اینجا میبینه وقتی ترجمه میوه предпочитать در زبان روسی گوییم پیش از выгодное важно میشده است. در ترجمه ما باشد کلمه ها با جایشان عوض شدند. یعنی فایده выгодное مهم важное و افضل به آخر جمله آمده است. یعنی ترجمه کلمه به کلمه اینجا کار نمی آید و اگر شما میخواهید چیزایی رو ترجمه کردنی باشید و یا اینکه با کسی مشارکت کردنی باشید شما باید هنگام ترجمه این خصوصیت ها رو به نوبت گیرید که منطق یعنی مضمون جمله دیگر نشود. میگذاریم به گفتاری دیگر. Хорошие люди принесут вам счастье. Плохие наградят вас опытом. Худшие дадут вам урок, а лучшие подарят воспоминания. Цените каждого. خب چون اینجا میبینیم یک چند جمله هست ما میتونیم اون رو جمله به جمله ترجمه کنیم. یعنی хорошие люди принесут вам счастье. آدمانی نیک خوشبختی میآورند. خوب اکنون اینجا ما چی دیگرگون در آورده؟ хорошие люди принесут вам счастье. یعنی اینجا کلمه вам
نیست است. البته ما میتونستیم اینجا کلمه شما رو همراه کنیم و معنی اون دیگر نمیشه. البته برای وزن قافیه ما میتونیم از اینجا کلمه شما رو گیریم و منطق گم نمیشود. آدمان نیک خوشبختی میآورند. یعنی نه تنها باشون بعد دیگران نیست. خب ادامه میدیم. плохие наградят вас опытом. انا اینجا ما میتونیم همراه کنیم کلمه عادل به جای بد، یعنی اینجا плохие بدان. شاید کسی بدان رو نفهم، برای هم ما اینجا آوردیم آدمان بد با تجربه روی میگرداند. یعنی از آدمان بد ما چی تجربه میگیریم. خودشیرین و مروک بدترین ها، یعنی اینجا ما کلمه آدم آوردیم و خودش بدترین ها ترجمه کردیم. دادود فهم مروک یعنی از رفتار بدترین ها ما به خود یک درس میگیریم. اولش پدرت پس поминание. از بهترین ها باشد خاطره ها میماند. از بهترین ها باشد خاطره ها میماند. цените каждого. همه رو قدر کنید. میتونیم هر یکی اونها رو قدر کنیم، گوییم میتونیم همه رو قدر کنیم. یعنی در آخر گفتار ما چگونه ترجمه شد؟ آدمان نیک خوشبختی میآورند، آدمان بد با تجربه روی میگردانند، بدترین ها درس میشوند، از بهترین ها باشد خاطره ها میمونند. همه را قدر کنید. و بیایید به گفتاری سیوم امروزه میگذاریم. Когда проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы. یک گفتاری عجیب از حسین بولت. وقتی مغلوب شده به شما تبسم میکند، غالب طعم غلبه را از دست میدهد. انا اینجا ما میتونیم از دست میدهد گوییم، میتونیم طعم غلبه رو گم میکند. یعنی وقتی مغلوب شده کسی که مغلوب شده تبسم میکند، غالب طعم غلبه رو گم میکند. یعنی وقتی که ما از یگان چیزی مغلوب شدیم، کارمون اومد نکرد، ما میتونیم تبسم کنیم و چون همه این گذرا است میتونیم همه این رو نیز از طریق گذرانده باشیم و البته به سوی موفقیت به پیش چیکار کنیم؟ حرکت کنیم. خب و از اینجا چون معلوم شد وقتی ترجمه کلمه ها با جایشان عوض می‌یابند و کلمه های هم معنی به جای یکدیگر میآیند و هنگام صحبت مشابه به ترجمه ما باید به مضمون آن اهمیت داده باشیم. اینک گفتار اولین با زبان روسی. Человеку свойственно предпочитать выгодное важно. Ицхак Адизес. یعنی طبیعت انسان چنان است که فایده را از مهمات افضل می‌داند. یعنی ما به اینجا چی دیگرگونی گوییم در آوردیم. خب человеку свойственно گوییم خصوصیت. اینجا واحد خصوصیتی آدمان آمده است، شخصیت آمده است. یعنی میتونیم این را به طبیعت انسانی گرونیم. предпочитать. خب предпочитать افضل دونستن. یعنی اکنون اینجا میبینیم وقتی ترجمه میگوییم предпочитать در زبان روسی گوییم پیش از выгодное важно میشده است. در ترجمه ما باشد کلمه ها با جایشان عوض شدند. یعنی فایده выгодное مهم важное و افضل به آخر جمله آمده است. یعنی ترجمه کلمه به کلمه اینجا کار نمی آید و اگر شما میخواهید چیزایی رو ترجمه کردنی باشید و یا اینکه با کسی مشارکت کردنی باشید، شما باید هنگام ترجمه این خصوصیت ها رو به نوبت گیرید که
منطق یعنی مضمون جمله دیگر نشود. میگذاریم به گفتار دیگر. Хорошие люди принесут вам счастье. Плохие наградят вас опытом. Худшие дадут вам урок, а лучшие подарят воспоминания. Цените каждого. خب چون اینجا میبینیم یک چند جمله هست، ما میتونیم اون رو جمله به جمله ترجمه کنیم. یعنی хорошие люди принесут вам счастье. آدمانی نیک خوشبختی میآورند. خب اکنون اینجا ما چی دیگرگون در آورده؟ хорошие люди принесут вам счастье. یعنی اینجا کلمه вам نیست. البته ما میتونستیم اینجا کلمه شما رو همراه کنیم و معنی اون دیگر نمیشه. البته برای وزن قافیه ما میتونیم اینجا کلمه شما رو گیریم و منطق گم نمیشود. آدمانی نیک خوشبختی میآورند. یعنی نه تنها باشون باید دیگران نیست. خب ادامه میدیم. плохие наградят вас опытом. اینجا ما میتونیم همراه کنیم کلمه عادل به جای بد. یعنی اینجا плохие بدان، شاید کسی بدان رو نفهم، برای هم ما اینجا آوردیم آدمانی بد با تجربه بوی میگردانند. یعنی از آدمانی بد ما چی تجربه بگیریم. خودشه دادود و مروک بدترین ها، یعنی اینجا ما کلمه آدم آمونه و خودشه بدترین ها ترجمه کردیم. دادود فهم مروک یعنی از رفتار بدترین ها ما به خود یک درس میگیریم. اولشه پدرت پس بمینانیم. از بهترین ها باشد خاطره ها میموند. از بهترین ها باشد خاطره ها میموند. цените каждого. همه رو قدر کنید. میتونیم هر یکی اونها رو قدر کنیم، گوییم میتونیم همه رو قدر کنیم. یعنی در آخر گفتار ما چگونه ترجمه شد؟ آدمان نیک خوشبختی میآورند، آدمان بد با تجربه بوی میگردانند، بدترین ها درس میشوند، از بهترین ها باشد خاطره ها میمونند. همه را قدر کنید. و بیاید به گفتاری سیومی امروزه میگذاریم. Когда проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы. یعنی یک گفتاری عجیب از حسین بولت. وقتی مغلوب شده به شما تبسم میکند، غالب طعم غلبه رو از دست میدهد. اکنون اینجا ما میتونیم از دست میدهد گوییم، میتونیم طعم غلبه رو گم میکند. یعنی وقتی مغلوب شده کسی که مغلوب شده تبسم میکند، غالب طعم غلبه رو گم میکند. یعنی وقتی که ما از یگان چیزی مغلوب شدیم، کارمون اومد نکرد، ما میتونیم تبسم کنیم و چون همه این گذرا است میتونیم همه این رو نیز از طریق گذرانده باشیم و البته به سوی موفقیت به پیش چیکار کنیم؟ حرکت کنیم. خب و از اینجا چون معلوم شد وقتی ترجمه کلمه ها با جایشان عوض می‌یابند و کلمه های هم معنی به جای یک دیگر می‌آیند و هنگام صحبت مشابه ترجمه ما باید به مضمون آن اهمیت داده باشیم. اینک دوستان اگر شما خواهید که ما با دیگر گفتارها رو گرفته ترجمه کرده باشیم، حتما در کامنتاری ها نویسید. امروز نمایش به انجام میرسد. برای کار موفق و دائما سلامت باشید دوستان.